این وسیله شکنجه‌زا که در حمام‌ها استفاده می‌شد، بزرگترها با این وسیله به جان کودکان می‌افتادند و وقتی که دو لایه از پوست و عضلات را از بین می‌بردند و با تمام شدن رگ و پی وقتی سفیدی استخوان‌ها پیدا می‌شد، تازه احساس می‌کردند کودک کمی تمیز شده است. در این مرحله معمولاً کودکان از حال می‌رفتند و وسیله شکنجه‌زای بعدی آماده بود: لیف و صابون برگردان که کف بسیار سوزناکی داشت. آنها با این لیف و صابون معمولاً کودکان را دوباره ریکاوری کرده و آنها را آماده می کردند برای مرحله سوم شکنجه، یعنی استفاده از سنگ پای قزوین. سنگ پای قزوین 2 سانت از پوست و گوشت پاشنه پای کودکان را از بین می برد، طوری که آنها تا 4 ماه مثل پنگوانها در خیابانها راه می رفتند.